درود و هزار درود به شما اهالی رادیو پیک و دوستان و رفقای همیشگی. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. اگه اخبار این هفته رو دنبال کرده باشین میبینین که اخبار هم در ارتباط مستقیم قرار گرفته با شرایط آب و هوا که خب طبعا روز به روز داره داغ‌تر میشه. برق در حسرت یک لحظه رسیدن به کولر خانه ما در حسرت یک لحظه روشن شدن با انگشتان پدرم در حسرت تربیت من و من در حسرت یک جرعه از آن شربت سرد و ملس آلبالو. دل دیوونه کی قدر تو رو میدونه. زیر پای حکومت قرون وسطایی به شیوه ولایت فقیه سپایه هست که فکر میکنن خیلی سپایه است، ولی به لگدی بیش بند نیست. دوتا هم نه ها، یه لگد بسشه. این هفته شیخ حسن گفته بود که ولایت بدون بیعت و رأی مردم اصلا معنی نداره. بعد اون نکاتی که میگه در نهایت امام میگه یک مجتهد عادل که اعضای خبرگانی که منتخب مردم هستند به او رأی بدن، که اون معناش اینه که رأی مردم پشت سر اون ولی هست، اون میشه ولی منتخبه. اصلا کلمه منتخب داره امام. و در ادامه در این هفته شیخ حسن در تلافی ضرباتی که از معظم الله خورده بود پایه های این سپایه ولایت فقیه رو گرفته بود، دستشو هی میلرزوند. مقام عظمای رهبری هم سپایه رو صفر گرفته بود و هی میلرزید. حسن نکن، حسن تکون نده، حسن برو اونور، حسن نه لرزون، حسن الان میافتم، حسن تکون نده بابا. سه روز بعدم نمیرالدوله نظام آخوند جنتی بیانیه‌ای صادر کرد که همکنون متن این بیانیه به سمع شما شنوندگان رادیو پیک میرسه. بسم تعالی، جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور، سخنرانی‌های اخیر شما که در رسانه‌های داخلی و خارجی به کرات پخش شده و ستون ولایت فقیه را بیش از پیش به لرزه درآورده، نشان دهنده این است که خیلی شاخ شدی بچه پر رو. بدم شاختو بشکنن، بازی با دم ولی فقیه هم بازی بشکنه این دست که به تایید صلاحیت داد. خیلی بعید بود از تو این حرفای دشمدشونی. و اولین حمله دزمنیشه اسماگو به هم احمد جون کاندیداها رو بتکن، هر کی با ما نیست ردش کن، تو لیست سیاه عدش کن، هر کی با عثمان نباشه باید دو شماره کله پاشه. یکی از حرکت‌های معروف و منحصر به فرد کریستیانو رونالدو اینه که در حال دویدن تو زمین فوتبال به چپ نگاه میکنه، پاس میده به راست نگاه میکنه، میده به چپ. خلاصه با این حرکتش تیم حریف و تماشاچی‌ها و داور و همه رو دست جمعی فریب میده. حالا این حرکت رونالدویی به دادگاه‌های نظام آخوندی هم رسیده. چطوری؟ الان میگم خدمتتون. چند روز پیش یه خبرنگاری به دادگاه احضار شده که تفهیم اتهام بشه. طرف خب با همسرش رفته دادگاه. قاضی به متهم نگاه کرده و رونالدو گونه یهو همسرشو بازداشت کرده. الان متهم بیرونه، همسرش تو بازداشتگاه. آقا خدا وکیلی پاشین یه طوفان آنلاینی، هشتگ اعتراضی چیزی بزنین، وگرنه این حرکت رونالدویی گریبان هممونو میگیره ها. مثلا با رفقات رفتی بیرون، دوستت پشت فرمون نشسته گاز میده و لایی میکشه، پلیس ماشین رو نگه می‌داره، بعد شما که صندلی عقب نشستی رو جریمه میکنه. یا مثلا تو سالن سینما چه میدونم بغل دستی داره با صدای بلند چیپس میخوره، مأمور سالن میاد شما رو میندازه بیرون. یا مثلا تو صف آبربانک وایسادین میخوان یارانتون رو نقد کنین، قبض آب و برق نفر پشتیرم از شما حساب میکنه. آقا خدا ازت نگذره رونالدو. آقا جز جیگر بزنی تو. مسئولین نظام جمهوری اسلامی کلاً تو نشونه‌گیری مشکل دارن.
مثلا این برادرای ترقه‌باز قرار بود دیر و زور رو تو سوریه بمبارون کنن، از 7 موشک پرتاب شده 3 تاش خورده تو عراق، 2 تاش تو سوریه، یکیش خورده 150 کیلومتر اونورتر از هدف، اون آخری هم که فعلا نمیدونم کجا رفته، احتمالاً هنوز تو مسیره. مقتدرانه ترین قسمتش اونجاش بود که هنوز اصابت نکرده آمار تلفات و خسارت‌ها رو همه رو اعلام کردن. البته میگن کلاً موشک‌های سپاه اینجوریه که اول شلیک میشه، بعد مسئولین هدفشو مشخص میکنن. به غیر از این دستاورد ما چیز دیگه‌ای به ذهنمون نزد. البته به کارشناسای برون مرزی BBC هم یه روحیه‌ای دادا. خب نکن برادر من، شما که نشونه گیریتون خوب نیست چرا چیزای دم دستتون رو هی پرت میکنین؟ اول یه دونه دارت بگیرین بزنین تو اون اتاق خودتون، قبلش حسابی تمرین کنین، بعد وارد جامعه بشین. از دمپایی پرت کردن شروع کنین، بعد به عملیات موشکی برسین. اولین بار که اشتباه کردم گفتی ترکم میکنی، میری منو جا میذاری. دومین بار که من گناه کردم و به من گفتی، به من گفته بودی، میری منو تنها میذاری. رفتی از کرده پشیمونم من، قدر عشق تو رو میدونم من. یار شیرین سخنم، یار شیرین. نیست آقا، نیست. شما میگین هست؟ ولی خب نیست. والا نیست. بلا نیست. دیگه هیچی تو این مملکت سر جای خودش نیست. هیچی سر جای خودش نیست که نیست. اون از احمدی نژاد که رفته روزه خون شده، اینم از خواننده پاپ که رفته جوشن کبیر خونده. دیدین نیست؟ دیدین هیچی سر جاش نیست؟ حالا اینا به کنار. نکته قابل تهوع این ماجرا فقط اونجاش که شورای انقلاب فرهنگی 5 تا نهاد حکومتی رو مأمور بررسی و رسیدگی به این آهنگ جوشن کبیر کرده. یک شخص و یه هیئت و 5 تا نهاد. یعنی ما همه چی تو مملکتمون درسته و نیازی به بررسی و رسیدگی نداره، فقط همین یه ترانه جوشن کبیر مونده. اون دانشجوهایی که تو خوابگاه دارن سوخاری میشن تو جنوب نیجریه است. اون شهرداری که اواخر دورش رسیده و همینطور داره میچاپه و میبلعه تو کراچی پاکستانه. مدیرای تلگرامی که الان کلا معلوم نیست کجان واسه ژاپنه. اون مؤسسه‌های اعتباری که پول مردم رو بالا کشیدن همشون واسه بورکینافاسو ان. ما تو ایران فقط همین مشکل ترانه شدن جوشن کبیر رو داشتیم که خدا رو شکر کمیته جهت بررسی و رسیدگی بهش تشکیل شده. حالا که هیچی سر جاش نیست، پس منم مجری رادیو پیک نیستم. خواننده سنتی ام. والا کی به کیه؟ الانم یه دهن براتون میخونم و البته یه شعر از امام راحل میخونم چون نون الان تو این چیزاست. طوری نکنید که لکن ای عزیز من طوری شود که مردم فکر کنن طوری شده هیچی سر جاش نیست هیچی سر جاش عزیز من. نه فرشتم نه شیطان، کیم و چیم همینه، نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم. از وقتی که ناسا این هفته اعلام کرده 219 تا سیاره جدید کشف کرده که 10 تاش مثل زمین قابل سکونته، یک ولوله افتاده تو این بیت رهبری و حوزه‌های علمیه سراسر کشور که اصلا نگو و نپرس. خب حضرات آیات اعظام، بنده خواهش میکنم که خونسردی خودتون رو حفظ کنید. انشاءالله با استعانت از درگاه عظمای رهبری ما از پس این مهم برخواهیم اومد. بنده الان لیست تقسیم وظایف رو قرائت میکنم. برادرها سعی کنن در اسرع وقت این ملزومات رو فراهم کنن. حاج آقا همدانی، شما 3 خط تولید طلبه 0 کیلومتر به حوزه ها اضافه کنید. باید تا پایان به تولید انبوه برسه. آپشن خطبه در فضا رو هم روی سری جدید نصب کنید. حضرت آقا فرمودند که حاج آقا رئیسی هم فوراً آستان قدس منظومه شمسی رو راه اندازی کنند تا ساکنین سیارات جدید خمس و زکاتشون دیر نشه. وقت حاج آقا مصباح
لطف کنید تا پایان سال جاری 11 تا ولی فقیه جفت و جور کنن جهت اعزام به 10 سیاره جدید، 5 تا عمامه مشکی، 5 تا عمامه سفید، یه دونه هم زاپاس جهت احتیاط. راستی برادرها این شعب جدید حرم امام راحل هم فراموش نشه تا میتونید گنبد و ضریح و بارگاه به تعداد کافی آماده کنید. ختم جلسه برادرها، زودتر بفرمایید مشغول شین تا دیر نشده. ببینم یه نفر اگه بخواد پولشو یه جا پس انداز کنه کجا میبره؟ بانک. اگه یه وقت پول لازم شه واسه گرفتن وام، اون وقت کجا میره؟ خب معلومه، بانک. خب اگه بانک همه کارها رو میکنه، مؤسسه مالی اعتباری دیگه چه صیغه ای آخه؟ عرض میکنم خدمتتون، تأسیس کردن بانک یه شرایط خاصی داره و کلی ضوابط و اسناد و اعتبارات و سوابق میخواد تا بشه بانک زد. اما یه سری آقازاده هستن که دلشون بانک میخواد اما شرایط تأسیسشو ندارن. آقازاده است دیگه، گاهی دلش پورشه میخواد، بعد موقع لامبورگینی میخواد، گاهی دلش اسپانیا و قناری میخواد، جت شخصی میخواد، یه وقتا حوصله‌اش سر میره دلش مدیریت بانک میخواد. ولی خب ملا بختکی که بهشون بانک نمیدن که. اما تو حکومت دل دزد آخوندا همیشه یه تبصره و ماده‌ای واسه دور زدن قوانین هست، ویژه جهت راندخاران و آقازاده ها. اصلا آخوندی که نتونه قانونو دور بزنه که آخوند نیست، اینم که آقازاده‌شه دیگه، دلش بانک میخواد. حکومت هم که آقا پرور و آخوندی. خب نتیجهش میشه راه افتادن مؤسسه‌های شلکن سفکن مالی اعتباری. یعنی یه دزد ماهر هیچ وقت نمیره بانک بزنه، یعنی بره از بانک دزدی کنه، بلکه میره خودش بانک میزنه، یعنی میره خودش یه بانک درست میکنه. آقا دزد سلام، حالت چطوره؟ سلام آقا دزد سلام، حالت چطوره؟ سلام میدونی دوست دارم، حالتو میپرسم، آخه این رسمه که احوالتو میپرسم. خب آقا، پلیس امنیت اخلاقی اعلام کرده که از این به بعد ورود مأموران نیروی انتظامی به پلاژهای خصوصی و خانوادگی سواحل خزر و سایر سواحل آزاده. حالا ما که شخصا کلاسمون به پلاژ خصوصی و این حرفای لاکچری نمیخوره، ولی خب جا داره از زحمات شبانه روزی مأموران زحمتکش نیروی انتظامی منطقه شمال و ساحل دریای نیلگون خزر کمال تشکر رو داشته باشیم که طی عملیات‌های پیچیده پلیسی بدون در زدن و یالا گفتن و اهن و هون کردن آژیرکشان وارد این اماکن خصوصی میشن و این گروهک‌های تروریستی مخل امنیت نظام رو در حین دوش بعد از شنا و پرتقال و سلفی واسه اینستاگرام متلاشی میکنن. آقا خدا خیرتون بده. خسته نباشید برادرها، خسته نباشید. ما هر چی امنیت داریم اصلا از شماها داریم. آقا خسته نباشید، خسته نباشید. میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگی. آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگی. لطفاً یه دقیقه جهان غرب و استکبار جهانی رو ولش کنین، بچسبین به این چین. آقا داره یواش یواش نمه نابودمون میکنه. واقعا دیگه این چشم بادومیای چینی شورشو در آوردن. همه چی فیک شده، این فیک اون فیک، کلن همه چی فیک. دیروز واسه استدیوی رادیو رفتیم یه میکروفون جدید و اوریجینال بخریم، امروز در پاکتشو وا کردیم، وسط اجرا زیر میکروفون رو دیدم نوشته مید این چین. میکروفون فیک، گوشی فیک، تسبیح و جانماز فیک، چفیه فیک، عرقگیر فیک، سنگ پا فیک، عمامه فیک. والا بریم چک کنیم یه جا رو تنمون ننوشته باشه مید این چین، خودمونم فیک باشیم. حالا همه اینا به درک، فقط دیگه نمیدونم پناهنده سیاسی فیک رو کجای دلم بذارم. علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی ضد نظام مقیم لندن، همسفره BBC، همسنگر اسرائیل، پناهنده سیاسی و حالا این هفته با چفیه و پرچم حزب الله تو راهپیمایی روز قدس. آدم انقدر فیک آخه، خدا ازت نگذره. چین جهان فیک. شما برین یه آهنگ گوش بدین، من برم چند تا فوش چینی بدم دلم خنک شه. چین چون چنگ چون جیا چون چین چون. 真情像草原广阔，层层风雨不能阻隔，总有
حکایت است که سالهای دور عادلی حداد و ظریف الجثه بر مسند مجلسی صدارت می کردی و حالش را می بردی. چند صباح بعد جماعت مجلسی کاخ جدیدی بنا نمودندی و قبل از عزیمت به آن کاخ و از ترس جان شیرین فکرتی برای حراست از درب ورودی کردندی و نزد رئیس و نائب رئیس برفتندی و گفتندی که یا حداد و یا عادل و یا باهنر، از فرنگستان سگانی آورده ایم که رایحه ماده انفجاری و ماده مخدره را حس کردن توانند و اذن دهید که آنها را در آستان کاخ گماشته، بلکه پشه‌ای از تروریست ها و نفری از اهل دود از درب گذر نتوان کردندی. همه بالاتفاق خشنود و خرکیف شدندی و دست موافقشان را بالا بردندی جز دو کس، یکی عادل و دیگری نایبش که نعره کنان مخالفت خود را ابراز نمودندی. یکی از میان جمع پرسیدی که یا عادل و یا حداد و یا باهنر، شما دو نفر چرا بدین سان تنبون بدریدندی و از چه روی مخالفت می شتافتندی؟ رئیس نظری به نایبش انداختندی و گفتندی که مرا هر روز تا میانه ظهر بوی دود رها نمی کنندی و سگان را نیز درک فرق بین رئیس و مردم عادی نباشندی. حالا هم که سبب مخالفت آشکار شدی، پاشین بریدندی و دیگر بار از این شوخی ها با من نکنندی و خودتان را مسخره کنندی. پاشو آقا، پاشو برو آقا جون، پاشو برو بیرون، کار دارم، میخوام یه دودی بگیرم. اندی یا اندی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوزه توی آب دهی بار مرا. آقا ما از رفقا وایس خواستیم، از دیروز تا حالا برامون کلی عکس از بنرهای مختلف تو جاهای مختلف فرستادن. ما اینا رو که خب نمیتونیم نشون بدیم، اون رادیوی دیگه، ولی خب بد نیست که بگیم محتوای اونا چی بوده. این عکس‌ها بنرایی رو نشون میدن که روش نوشته شده بهترین چیز برای شخصیت زن آن است که مردی را نبیند و مورد مشاهده مردی قرار نگیرد. بله آقا، خب یهویی مینوشتی که بهترین چیز برای شخصیت زن اینه که اصلا نباشه دیگه، اصلا نامرئی باشه، نه ببینه نه بشنوه. آخه چرا اینقدر این آخوندا از زنا میترسن؟ این من، این شما. حالا ببین من کی گفتم؟ از قدیم گفتن هرچی بدت میاد سرت میاد. بیا بذاریم هرچی که داریم، این رسالت نسل ما. بیا بذاریم هرچی که داریم، واسه ایران هم متشکرم از شما، از همراهیتون و از همه محبت‌هاتون. خیلی خوشحال شدیم. موضوعات جالب و نظراتتون رو برامون بفرستین، عکسم بود بفرستین، میذاریم تو کانال. دیگه عرضی ندارم جز این که من درد مشترکم، مرا فریاد کن. عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دستهای تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.